شخصیت جسدی که طالبان در حدود نویه خوهان افغانستان در روبروی دهه انجیراب نویه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان یافته به مرزبانهای تاجیک سپرده بودند معلوم شده است. رادیوی آزادی از قبل منابعش خبر داد که محمد جان قربانوف ساکن نویه مومن آباد ولایت ختلان است. هفته گذشته کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی عکس یک جسد و شناسنامه تاجیکی را با نام مناسب کرامت الله قربانوف نشر کردند. گفته میشد که جسد این شهروند تاجیکستان را از ساحل دریای امو پیدا کردند. یک منبع در نهادهای انتظامی روز یکم ینور به رادیوی آزادی گفت جسد را طالبان به مرزبانان تاجیکستان سپردند و معلوم شد که نفر ظاهرا غرق شده محمد جان قربانوف ساکن 18 ساله نویه مومن آباد است. شناسنامه‌ای که به نام کرامت الله قربانوف از او پیدا شد با برادر 29 سالش تعلق دارد، شرح داده است این منبع. بنا به اطلاع خبرنگار آزادی مومن احمدی، برادران محمد جان و کرامت الله قربانوف آخر ماه اکتبر سال 2021 از روسیه برگشته روز 21 دکامبر به نزدیکان خود گفتند که به شهر کولوب می روند، اما به جای کولوب آنها به ناحیه دروازه ولایت مختار کوهستان بدخشان هممرز با افغانستان سفر کردند. هنوز از کرامت الله قربانوف برادر محمد جان خبری نیست. نزدیکان دو جوان قضیه را شرح ندادند، ولی منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفته است فرضیه پیوستن جوانان به گروه‌های تندرو در آن سوی مرز نیز تحقیق می شود. برادر کلانی این دو جوان با گمان شامل بودند به سازمان‌های افراطی جستجو می شود. یگان سبب منطقی سفر آنها به درواز پیدا نشد. آنها در آنجا نه خویش و تبار، نه دوست و نه کاری دارند. از این رو فرضیه تلاش عبور مرز برای پیوستن با گروه‌های تندرو تفتیش می شود. گفته است یک منبع از مقامات تفتیشاتی. مقامات تاجیک میگویند در آن سوی مرز جنگجویان گروه‌های تندرو به نام انصارالله و حرکت اسلامی ازبکستان عمل میکنند که در صفشان ده‌ها شهروند تاجیکستان نیز حضور دارند.